چرا همه چاق و بی برنامه شدن؟ یه تحقیق منتشر شده در مجله دلنکت نشون میده که افزایش نرخ چاقی در سراسر جهان نه تنها به مشکلات جسمی منجر شده، بلکه به کاهش انگیزه و هدفمندی در زندگی افرادم ارتباط داره. این تحقیق هشدار میده که اگرچه چاقی بیشتر به عنوان یه مشکل جسمی شناخته میشه، اما تأثیرات روانی و اجتماعی اون میتونه به همون اندازه مخرب باشه. چاقی و بی‌هدفی تنها به جسمتون آسیب نمیزنه، بلکه بیرحمانه روح و انگیزه زندگی شما رو نابود میکنه و شما رو در گرداب بی‌هدفی و افسردگی غرق میکنه. حالا میخوایم بدونیم چه کارهایی تو زندگیمون هست که تا این حد مخربه. شماره 10، ارتباط ضعیف با دیگران. عواقب: ارتباطات ضعیف با دیگران میتونه منجر به احساس تنهایی، افسردگی و کاهش حمایت اجتماعی بشه. این مشکلات میتونن به کاهش کیفیت زندگی و سلامت روانی منجر بشن. از طرفی میدونین که افرادی که در اطرافتون هستن و بیشترین ارتباط رو باهاتون دارن میتونن در آینده شما و عادتهای روزانه‌تون تأثیر زیادی بذارن. پس باید این افراد رو هم با وسواس و درست انتخاب کنین. جایگزین: روابط اجتماعی خودتون رو تقویت کنین. زمان بیشتری رو با خانواده و دوستانتون بگذرونین و در فعالیت‌های گروهی شرکت کنین. یادتون باشه که ارتباط مثبت و حمایت اجتماعی نقش مهمی در سلامتی روان دارن. شماره 9، مدیریت نکردن استرس. وای از استرس، وای. عواقبش چیه؟ استرس مزمن میتونه منجر به مشکلاتی مثل اضطراب، افسردگی، فشار خون بالا، مشکلات قلبی و کاهش عملکرد سیستم ایمنی بشه. استرس میتونه کیفیت زندگی رو به شدت کاهش بده و به سلامت جسمی و روانیتون آسیب بزنه. جایگزین: روش‌های مدیریت استرس مثل مدیتیشن، یوگا، تنفس عمیق و ورزش‌های آرامبخش رو به کار بگیرین. زمانی رو برای خودتون اختصاص بدین و فعالیت‌هایی که بهتون آرامش میدن رو در برنامه روزانه‌تون بگنجونین. شماره 8، استفاده زیاد از دستگاه‌های الکترونیکی. عواقب: استفاده زیاد از دستگاه‌های الکترونیکی مثل تلفن همراه و کامپیوتر میتونه منجر به مشکلات چشمی، کاهش تمرکز، اختلالات خواب و دردهای گردن و کمر بشه. این مشکلات میتونن کیفیت زندگی رو به شدت تحت تأثیر قرار بدن. جایگزین: زمان استفاده از دستگاه‌های الکترونیکی رو محدود کنین. هر ساعت یه بار استراحت کوتاه کنین و به چشما و بدنتون استراحت بدین. از عینک‌های محافظ استفاده کنین و زمان بیشتری رو به فعالیت‌های فیزیکی و تعاملات اجتماعی اختصاص بدین. شماره 7، مصرف زیاد فست فود. عواقب: مصرف زیاد فست فود میتونه منجر به چاقی، بیماری‌های قلبی، دیابت و مشکلات گوارشی بشه. فست فودها اغلب حاوی چربی‌های ناسالم، قند و نمک خیلی زیادی هستند که برای سلامت بدن مضرن. جایگزین: غذاهای خونگی و سالم تهیه کنین. از مواد غذایی تازه و طبیعی استفاده کنین و غذاهای کم چرب، کم نمک و با ارزش غذایی بالا رو در برنامه غذاییتون بگنجونین. شماره 6، نخوردن صبحانه. این رو متاسفانه خودم هم از بچگی رعایتش نکردم، چون راستشو بخوای هیچ وقت حالشو نداشتم برم درست کنم. عواقب: نخوردن صبحانه میتونه منجر به کاهش انرژی، کاهش تمرکز، افزایش وزن و مشکلات گوارشی بشه. صبحانه مهمترین وعده غذاییه که سوخت و ساز بدن رو شروع میکنه و انرژی لازم برای شروع روز رو فراهم میکنه. شماره 5، نداشتن فعالیت بدنی منظم. عملاً این مورد واقعا نیاز به گفتن نداره. عواقب: نداشتن فعالیت بدنی منظم میتونه منجر به چاقی، مشکلات قلبی، افسردگی و کاهش انرژی بشه. ورزش نکردن به مرور زمان باعث ضعف عضلات و کاهش انعطاف پذیری بدن میشه. جایگزین: هر روز حداقل 30 دقیقه فعالیت بدنی داشته باشین. میتونین پیاده روی، دویدن، شنا یا یوگا رو انجام بدین و انتخاب کنین. ورزش‌های گروهی میتونه انگیزه بخش باشن و بهتون کمک کنن تا به روال ورزشیتون پایبند بمونین. شماره 4، مصرف ناکافی آب. عواقب: نوشیدن ناکافی آب میتونه منجر به مشکلاتی مثل دهیدراسیون، کاهش انرژی، سردرد، خشکی پوست و مشکلات کلیوی بشه. آب برای حفظ عملکرد مناسب بدن ضروریه و کمبود اون میتونه سلامت عمومی رو به خطر بندازه. جایگزین: همون 8 لیوان آب همیشگی. روزانه حداقل 8 لیوان آب بنوشین. میتونین از بطری‌های قابل حمل استفاده کنین تا همیشه آب در دسترس داشته باشین. همچنین مصرف میوه‌ها و سبزیجات آبدار هم میتونه به تأمین نیازهای آبی بدن کمک کنه.
شماره 3. کمخوابی. عواقب: کمخوابی میتونه منجر به مشکلاتی مثل کاهش تمرکز، افت حافظه، افزایش استرس و خطرات سلامت جسمانی مثل فشار خون بالا و ضعف سیستم ایمنی بشه. این مشکلات در طولانی مدت میتونن کیفیت زندگیتون رو به شدت تحت تأثیر قرار بدن. جایگزین: سعی کنین هر شب حداقل 7-8 ساعت خواب با کیفیت داشته باشین. ایجاد یه روال خواب منظم، استفاده از تخت خواب راحت و دوری از مصرف کافئین و استفاده از دستگاه‌های الکترونیکی قبل از خواب میتونه به بهبود کیفیت خوابتون کمک کنه. بهترین زمان همینه که حتما بین ساعت 10 شب تا 4 صبح خواب باشین. شماره 2. مصرف زیاد قند و شکر. عواقب: مصرف زیاد قند و شکر میتونه منجر به چاقی، دیابت نوع 2، مشکلات قلبی و پوسیدگی دندونا بشه. این موارد غذایی انرژی زیادی فراهم میکنن، اما ارزش غذایی کمی دارن. اونا میتونن سلامت عمومی رو به خطر بندازن. جایگزین: قند و شکر رو با جایگزین‌های سالمتری مثل میوه‌های تازه، عسل طبیعی یا شیرین کننده‌های طبیعی مثل استویا جایگزین کنید. مصرف غذاهای کم قند و استفاده از ترکیبات مغذی‌تر به بهبود سلامتتون کمک میکنه. ولی درک میکنم که خب چیزهای شیرین واقعا خوشمزه است. اتفاقا خودمونم توی ویدیوی مربوط به ترکیبات عجیب غذایی چند تاشو گفتیم، ولی خب خدایی قند مصنوعی نبودن دیگه، میتونین بریم ببینین. شماره 1. نداشتن برنامه‌ریزی روزانه. عواقب: نداشتن برنامه‌ریزی روزانه میتونه باعث بشه زمان رو از دست بدین، استرستون افزایش پیدا کنه و بهره‌وریتون هم کاهش پیدا کنه. بدون یه برنامه مشخص، کارها به تعویق میافتن و اولویت بندی‌ها به درستی انجام نمیشن که در نهایت میتونه باعث نرسیدن به اهداف و احساس نارضایتی بشه. حالا جایگزین: روزتون رو با برنامه‌ریزی شروع کنین. میتونین از روش‌هایی مثل تهیه لیست وظایف روزانه، تعیین زمانبندی دقیق برای هر کار و استفاده از اپلیکیشن‌های مدیریت زمان استفاده کنین. این کار بهتون کمک میکنه تا وظایفتون رو بهتر مدیریت کنین و به اهدافتون برسید. اشتباهات رایج در زندگی روزمره میتونن تأثیرات جدی بر سلامت جسم و روانی ما داشته باشن. با شناسایی این اشتباهات و جایگزینی اونها با عادتهای سالمتر میتونیم کیفیت زندگیمون رو بهبود ببخشیم و از بروز مشکلات جدی جلوگیری کنیم. تغییرات کوچیک در عادات روزانه میتونن به نتایج بزرگی منجر بشن و سلامتی و شادی رو به زندگی ما برگردونن. خیلی متشکرم ازتون. میدونم که ویدیوی مفیدی بود، پس حتما بفرست برای کسی که میدونی اونم باید این ویدیو رو حتما ببینه.